این غرفه ریخته و شکسته مربوط مجیب آقا است. او ادعا دارد که همه سرمایه زندگیش همین بود و بس. این غرفه دیشب از سوی شاروالی کابل تخریب شده. مجیب آقا میگوید اطلاعی از قبل در این مورد نداشت. تو خیر است ما را وقت میدادی، میگفتی همین مالت بفروش یا جمع کن، که ما یا جمع میکردیم ما نمیفروختیم، تو هر کاری میکردی سر ما حق داشتی. خب حکومت میگه که جای بدیل بر شما چندین بار اعلام کرده. خب اعلام کردی، یعنی برای ما گفتی جای میتمد، نام ما گرفتی، ولد ما گرفتی، نمبر موبایل ما گرفتی، کوکی جای کوکی. صدها غرفه‌دار دیگر پل باغومی نیز همین وضعیت را تجربه می‌کنند. دې منډۍ نه قرضدار مالم راوړی په په قرض باندې په وزر په هغه باندې دلته هم قرض کړی. بېګا ظالمانو د خدای نه ته راغلي دلته په لک لک روپۍ د خلکو مال ده، څه چور کړی ده، څه وړی ده، ځان سره خلکو چور کړی. این دولت ماست. این سایه غریب کار است که چه نه. اونو که تجار است کانتینر مونده فهمیدی کس تو را گرفته اون پیشوری سنگ یک تکچین. مگه اینجا که ما غریب هستیم نه؟ سعی کنه نه. ما غریب هستیم. 3-4 لک مال ما را فهمیدی ضربه زدن این مردم. شماری از این غرفه‌داران ادعا دارند که آنان روزانه کرایه غرفه‌شان را به گروهی از معلولین می‌پرداختند. شاروالی کابل میگوید این ساحه از 15 سال به این طرف توسط اتحادیه‌های معلولین غصب شده بود. ساحه فروشگاه سرک کامل منفعه حدود بالاتر از 15 سال است که توسط اتحادیه‌های معلولین غصب شده بود و متاسفانه علاوه بر از اینکه این افراد سوء استفاده میکردن از انمی که از معلولیت خیش در مقابل 5000 روپیه از وزارت امور کار اجتماعی یا معاش میگیرن و اینجا با زوری که از اینجا جور کرده بودن یک تعداد از دست فروشایی که واقعا مردم مظلوم از شهر کابل بودن یار جمع کرده بودن و مکانهای مختلفه را برای به کرا داده بودن. غرفه‌های مشابه به این در مناطق دیگر شهر کابل نیز وجود دارد. مجیب آقا و شماری دیگری از غرفه‌دارانی که امروز غرفه‌ها و حصه‌ای از سرمایه‌شان را از دست دادند از حکومت می‌پرسند که پس از این به خانواده‌شان چگونه نفقه بدهند.